سلام، روزتون بخیر باشه. دیروز که داشتیم با یه عزیزی صحبت میکردیم یه سوالی پرسید که خیلی نظر منو جلب کرد و اون این بود که چرا دیگه فیلم هایی که مربوط به مسائل و موضوعات روانشناسی میشه و میتونه کمک کننده باشه رو توی اینستاگرام شیر نمی کنی. یه کوچولو که فکر کردم، فکرایی مثل این که خب خیلی از این فیلم ها توی این فضا هست، میتونه خسته کننده باشه. چرا یه کار کسل کننده تکراری انجام بدم؟ یا یه توجیه کوچولوی دیگه که پس ذهنم بود و این بود که دیگه سنی از من گذاشته واسه این کار. راستشو بخواین وقتی شروع به این کار کردم متوجه شدم که نه، مهمترین عاملش استرابی بود که وقتی میخواستم این کار رو شروع بکنم خودم بدم نیومد. شاید استراب یه کوچولو قابل هندل بود و همچنین لذت بخش. برای همین به خاطر هیجانی که پشتش بود ترجیح دادم این کار رو انجام بدم، خودم تجربه خوبی داشته باشم. امیدوارم که تجربه خوبی برای کسایی که دوست دارن فیلم رو تماشا کنن هم باشه.